اما خدایی نمیدونم چی بگم، اصلا زبونم بند اومد این خبر رو شنیدم و رفتم خودم چک کردم، گفتم بابا چطور میشه، دیدم واقعیه. آقا جان، بروکن افسانه ای نیست، تموم گذاشت انگار. ولی توی چنل خود اصلی خودشم آخرین ویدیوش مال 7 ماه پیش بود. راستش منم 7 ماه پیش دقیقا همون موقع که آپلودش کرده بود رفتم این ویدیوشی دیدم و یه ماه بعدش اومدم دیدم هیچ ویدیویی نذاشته، گفتم حتما کاری براش پیش اومده دیگه. کلا بیخیال شدم از اصلا بروکن، از یادم رفت. یه روز یه شورت ویدیو دیدم گفت بروکن نیست، رفتم چک کردم آقا واقعیه، بروکن افسانه‌ای، بروکن اوجی نیست، همون افسانه‌ای که همون یا شایدم بعضیمون باش خاطری داریم. نزدیک بود 600 کاب بشه که رفت و کنارمون نماد. واقعا به همه کال آف پلیرها تسلیت میگم. این ویدیو هم چون غم داره چیز نکردم، گیم پلی نذاشتم در بک‌گراندش و گفتم همینطوری سیاه باشه و فقط صحبت‌های خودم بشه. واقعا برای کل کال آف پلیرها از طرف کلشون، برای تمام خارجی ها از طرف تمام خارجی ها، همه کال آف پلیرها تسلیت آقا. لطفا من شدم چند روز حتی اسممو عوض کنم از اسمی که دارم برای بروکن. خدایی آقا عالی بازی کرده بودی، همین چند سالی که بودی همه باز خاطره دارن، همه میشناسنت. به تسلیت میگم که یوتیوب گذاشتی کنار، ولی نمرده، ولی برای ما واقعا حکم مردن یکی رو داره این پیام.